بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. دوستای عزیز، سلام به شما، سلام به هموطنان عزیزم، سلام به کسایی که پروگرام ما رو میبینن. خدا کنه با فامیلایتان جور صحتمند باشن. دوستای عزیز، امروز ما یک افسانه دیگر در نظر گرفتیم که او عبارت از کباب تخم است. ما امروز کباب تخم میبینین. مواد لازمیش ما براتون معرفی میکنم که چه چیزا در او انداخته میشه. از تخم بسیار یک کباب بسیار چبلی کباب خوشمزه به دست میآید و قسمی که شما در تصویر میبینین اینجا و اینجا همه چیز آماده هست. تمام چیزی که ما برش لازم داریم شما را به معرفی میگیرم. و پیاز و کچالوی جوش داده هست، 3 عدد پیاز است، 2 عدد کچالوی جوش داده هست، تخم است و مساله میکس است، مسالجات میکس است و نمک است، پولی هست، مرچ سیاه هست، هارد کمک هست به خاطر از اینکه پیاز هوا میکشه، با خاطر کمک هارد مندازیم. و همچنان تخم گشنیج است میده شده و همچنان 4 مساله هست و گشنیج تازه میبینین شما. گشنیج تازه و نعنای تازه حتمی گشنیج باشه به خاطر از اینکه خوشمزه میشه تازه. و همچنان سیر است، 1 دانه مرچ تازه است. شما ببینید بسیار یک ساده جور میشه. معیار کل شده اول جور میشه. معیار کل شده اول اگر دست دارین در دست بگیرین، اگر ندارین در ماشین اولیار ما داخل میکنیم، مندازیم، مکس میکنیم، همیشه مکس میکنیم ما. و البته روغن است برای پختش. میتونیم در روغن کار بگیریم، میتونیم در روغن کار بگیریم، میتونیم در داش تیر کنیم. کسایی که ساعت دارن میتونن در روغن یک ذره طعمش زیادتر بالا میبره. اما کسایی که چربی خونی گپا دارن میتونن اینجا داخل داش هم بگذارن، مثل که خرد هم میشه بکنن و مثل ازی که پیتزا را جور میکنن داخل یک قالب میریزاننش. آبگینتر میایه، پروانه داره به خاطر ازی که تخم داره خودش خدا بسته میکنه. به او خاطر قدر پروانه داره که اگر چیزام شد اموار زیاد شد و بسیار نرم زیاد شد پروانه داره، چون تخم داره خدا میگیره. مال میبینین مایده در مکسر است، ما مکسش میکنیم، مایده میکنیم. کچالوی جوش دادی خدا میجا مندازیم دمی مکسری که داریم و شما میبینین که کچالوی خدا ما انداختیم. کچالوی خدا ما انداختیم. میتونیم ما مواد میجا پردیم، اما به خاطر ازی که در مکسر ما میچسبه مواد ما قدر مواد مرچ و گپور دوی نمندازم. بعدا باز در کاسه ما واره گپ میکنیم. نال شما یک لحظه میبینین که من یاره دوستای عزیز خوب مکسش کنین به خاطر ازی که چیز میشه، چبلی کباب میشه، زنده نمانه. و قدر بیتی هوا نگردانین، بیتی هوا رو شوه شکل عادی بسیار عادی. خب چیز ما آماده شد، پیازی های ما آماده شد. ما ایره میکشیم و داخل یک ظرف میده بندازیم. در ایام میشد که ما همه چیز پردیم، اما داخل ظرف ما را میچسبانه، به او خاطر ما داخل ظرف نداختمش. و شما این حالا میبینین که ما ایره داخل ظرف مندازم. خب دوستای عزیز ببینین من چیزایی که مکس کردم، پیاز و کچالو و گشنیج و چیزا رو ببینین مکس کردم.
حال انداختمش در ظرف و همین تخمای خود با زردی و سفیدیش یک جای داخل ازی مندازیم. سیر رو همه قطعه داشت، سیر هر قدر زیادتر پرتین و شما مشکل با سیر نداشته باشین خوشمزه تر میآید، لذیذتر میآید. سیر و گشنیج طعمش بالاتر میبره. خب مرچ سیاه خودم اندازیم دوستا، نمک خودم اندازیم قدر ضرورتش و همچنان پولی هم یک نیم قاشق چای خوری پولی هم، تخم گشنیج و 4 مساله داخلش مندازیم. مسالجات میکس است، همه چیز داره، ای زیره و همه چیز داره و ایره میگیریم میکس میکنیم. اگر زیاد آبگین بود خب از هارد کار میگیریم، اگر نبود میتونین به می شکل هم کنین. ایره میکس میکنیم خوب صحیح به این شکل که تمام مواد و تخم و همه چیزش با هم مخلوط شود. اگر یک کمی آب پرتیم بهتر میشه، بسیار کم. مرچ دوستای عزیز فراموش کردم که من مرچ سیاه انداختم، مرچ تازه را من فراموش کردم. شما فراموش نکنین اگر کسی که خوش داره و با مرچ مشکل نداره خودش میتونه علاوه بکنه. ما ایره برای چند لحظه تا که همه چیزش مخلوط شوه ایره ما مخلوط میکنیم. خب دوستای عزیز حالا میریم به طرف پخته کردنش. ما قبلا روغن خود گذاشتیم که گرم شوه و ما میگیریم قاشق به این شکل داخل مواد خود میکنیم و ایره آیسته آیسته سلو داخل روغن مندازیم و کمک مثل چبلی کباب شما پشت قاشق ایره هموار میکنین. یک قاشق کفایت میکنه، یک قاشق که بارین اینقدر کافی است. حرارت قدر بریان زیاد نمانین، داغ زیاد نمانین، بخاطر که بی سوس میشه. من قلمه در 2 هست، نرمال ماندیمش. اگر روغن پیشتر بانیم داغ باشه بخاطر که در پایین ظرف تمام نمیچسبه. فقط ما متوجهش میباشیم که پشت روی ازی سرخ شود، سرخ همت بریانی. هر قدر حرارت ما کمتر باشه خوبتر میتونیم خوب پختش کنیم. با خوبی پخته میشه قدر حرارت ما کم باشه. شما ببینید حالت جوش از دوستای عزیز. بخاطر از اینکه ما ملاقش بتیم یک کمک سرش از این روغن داغ انداخته میرین تا این چیز شده که سخت کنن. بخاطر پولو دادنش که ما این پولو میتیم و دیگر طرف میکنیم. من کاملا این منقل خود در درجه 1 ساختم که بسیار سلو پخته شود.
وقتی که دیدین درجه حرارتتون بیخی پایین شد دوباره اون رو میتونین به 2 و 3 بسازین. عجله داشته باشین، خود پرتین زود میشه. ما متوجه می باشیم فقط یک روش که پخته شد روی دیگه شما دور میتیم. اما دوستای عزیزی برای کسی است که کاملا صحتمند است و از روغن این چیزا پرهیز نیست، به خاطر از اینکه زیاد روغن کش میکنه زیره، اما بعضی وقت هم نمیشه که آدم بی روغن هم زندگی بکنه و ترشم درست نیست. از من قلم ضعیفتر شد، پس در حالت 2 میارمش. دوستای عزیز شما میبینید که در جوش هست و یک روی دودنش ما مناق دادیم. شما جوش میبینید. دوستای عزیز ببینید شما، من یک 4 دانه زیر پخته کردم شکل به طور نمونه بر شما، چون ما از روغن پرهیز هستیم. میره شکل نمونه بر شما کردم که شما به این شکل هم میتونید و من ایره در این قالب انداختم شکل پیتزا وره. ایره داش قبلا روشن کردیم و ایره من داخل داش میمونم برای 10 دقیقه الی 15 دقیقه. شما متوجه باشین که به چقدر روشن میشه، ببخشید پخته میشه. و ایره من داخل داش میمونم. داخل داش اول در پایینش بانین که پایینش پخته شده، بعد از اون ایره در وسط داش بانین. خب دوستای عزیز، این بود امی اواسانی که امروز پخته کردیم است. کباب تخم است. اینو دیدین ما به 2 شکل گفتیم پخته میشه، یکی که به شکل چبلی کباب میشه و یکی دیگه کسی که از روغن پرهیز باشه به شکل ازی که در قالب داش شما میبینین. در قالب داش میمانیم و ایره به این شکل پختش میکنیم بدون روغن. یک چرب میکنین امی تاوی داشه امی قالبتانه بس دیگه، کدام مشکل دیگه نداره. این بود غذای امروز ما. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره و شما بتونین از تخم امت یک غذای مزه‌دار لذیذ تیار کنین. خدا حافظتان، روزتان بخیر. خدا حافظ. خدا حافظتان.